أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته أجمعين. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمازگزاران محترم، برادران گرامی، پیش از آغاز صحبت دعا میکنیم و از خداوند بزرگ و توانا و قادر مسئلت آن را داریم که خداوند عزوجل به خاطر نماز که بزرگترین عبادت هست و به خاطر این لحظه های اجابت دعا هست و به خاطر این مکان که مقدسترین مکان ها هست، پروردگار طاعت و عبادت و همه نیکی های ما و شما را قبول و مقبول بگرداند و پروردگار گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت، شایسته جنت، قبرهاشون پرنور و منور بگرداند و پروردگار بیماری های ما و شما را شفای کامل و عاجل نصیب روزی بگرداند و این همه نیکی های ما و شما را الله رب العزت قبول و مقبول بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستان عزیز، موضوع هفته ما و شما در موضوع آرمان های ملی ما در کنستیتوسیون کشور که به نزدیکی هم این را جشن میگیریم که خداوند عزوجل بهترین امن و ثبات که کنستیتوسیون هست برای ما و شما نصیب روزی گردانده است. در آغاز شکر نعمت‌های خداوند را میکنیم که امروز امکان داریم که در یک فضای سالم و باثبات و امن زندگی، کار و عمل و عبادت نماییم. کفیل همین صلح و ثبات، سرجمعی و فضای سالمی همزیستی که داریم این کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان می باشد که با مقررات انسان دوستانه خود عین حال در دنیا در ردیف بهترین کنستیتوسیون ها قرار گرفته است. هر سال در کشور ما 6 نوامبر همچون روزی قبول کنستیتوسیون تجلیل می شود. امسال ما سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تجلیل میکنیم و به این مناسبت همه شما را مبارکباد میگوییم. دوستان عزیز، قانون یا کنستیتوسیون این کفیل صلح و ثبات و امنیت ما و شما هست. همه ما و شما احتیاج به امنیت داریم، احتیاج به صلح و آرامش و ثبات داریم. درست است که از بزرگان و پیرانسالا اگر سوال کنیم، در دوران شوروی هم این کنستیتوسیون و این آرامی ها هم بود و شکر پروردگار میکنیم که خداوند عزوجل که ما و شما را در بهترین مکان که مقدسترین مکان ها هست خانه خودش قرار گرفته است و این همه با تقدیر صلح و ثبات که ما نشسته ایم، آسایشته و آرام که عبادت پروردگار را میکنیم، این هم یک نعمت الهی هست که ما و شما را خداوند نصیب روزی گردانده است. در مسجد ما و شما به خاطر میآییم که پروردگار را بندگی کنیم و اطاعت کنیم و ذکر کنیم و هر راز و نیازی که داریم نزد پروردگار مناجات کنیم. دلهای ما و شما هم با ذکر پروردگار آرامش میگیرند. قلبهای ما و شما با یاد پروردگار که روحیه ما و شما در این مسجد خیلی بالیده و تر و تازه میگردد وقتی که هر لحظه، ثانیه، دقیقه ذکر پروردگار میکنیم. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقتی که این گونه ذکرها را در زبان بنده میگوید، در روح او چی هست؟ آرامش و آسایشتگی هست. نعمتها شکر میطلبد
و شکر این همین ذکر هست که الحمدلله میگیم و پروردگار از ما و شما خیلی راضی میگردد، زیرا پروردگار رب العزت را به پاکی و به عظمتیش او را ذکر میگوییم، تسبیح میگوییم. در بسیار جای قرآن خداوند ما و شما را امر میکند که مرا یاد کنید، مرا ذکر کنید. فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنید پس شما را یاد کنم. حالا نگاه کنید که رابطه بنده با خدا با طریق ذکر هست. وقتی انسان ذکر پروردگار میکرده است، خداوند عزوجل او را چی یاد میکنه؟ فذکرونی اذکرکم. میخواهی که خداوند تو را یاد کند، البته همین لحظه ها ما و شما را پروردگار خیلی در نزد ملائکه های مقرب خود میگفته است که فلانی بنده من در مسجد مرا یاد کرده است. یا اینکه در دیگر آیت قرآن چی میگوید خداوند عزوجل؟ شما ذکر کنید و ذکر بسیار. یعنی ذکر بسیار چی هست؟ قلبها را آرامش میدهد، دلها را نور میگرداند، صفا میارد و روحی ما و شما هم آرام و آسایش میگردد. خداوند عزوجل به ما و شما دستور میدهد، میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان بر خدا دارید، شما پروردگارتون را ذکر کنید و ذکر بسیار. در یگان جای قرآن خداوند بسیار نگفته است که شما حج کنید یا روزه گیرید یا چی نماز، بلکه چی ذکری مرا کنید. همون عملهای عبادتهایی که میکنیم، نماز است و تلاوت قرآن هست و زیارت خانه خدا، با طریق ذکر هست. ذکر را انسان که زیاد گوید، الله قلب او را چی روشن و نورانی میگرداند. در این لحظه های اجابت دعا ما باید با ذکر باشیم که پروردگار عزوجل در این ساعتها دعاهای ما را اجابت میگرداند. و مسجد مکان مقدس که هست، ما باید در این خانه خدا، مهمان خانه خدا هستیم، گپ‌های زیادی باید نزنیم. گپ‌هایی که کوچه داریم در همون کوچه ماند، اما خانه خدا در آمدیم چی یاد و گوش ما باید ذکر پروردگار باشد. اینقدر اگر میخواهی که با برادر صحبتی فلانی را کنی، فریادش میخواند، مهمانش گیر. امروز که این برادر خانه خدا مهمان که هست، او را فکر و گوش او را از عبادت دور نکن، بگذار که او چی با پروردگارش راز و نیاز کنه. ذکر پروردگار قلبهای ما را چیکار میکند؟ آرام و آسایش میگرداند. حالا اگر نگاه کنیم، وقتی که انسان تلاوت قرآن میکند و یا نماز میگذارد، چی هست؟ دلش پاک میگردد، آرامش میگیرد، غذای معنوی میگیرد. درست است که در روایت ها میخوانیم این عبادت سبب بخشیدن چی میشود؟ گناهان ما و سبب نزدیک شدن به پروردگار هست. این نماز خواندن بسیار انسان را پاک میگرداند از همه غیژی و چرکنی ها. زیرا مثال میارد، مثل میگوید پیغمبر نازنین میگوید که در هر خانه کسی یک جوی باشد که 5 مرتبه در اونجا خودش را پاک بسازد، در بدن او هیچ چرکنی و غیژی چی باقی نمیماند. در این 5 بار خودش را اگر پاک بگرداند. اما نماز هم مثال همون جوی هست که 5 مرتبه وقتی که ما در جوی خود را تازه میکنیم، وقتی که 5 وقت نماز میگذاریم، از گناه ما خداوند چی گذشت میکند. گناهان ما و شما با طریق نماز بخشیده میشود، با طریق ذکر، با طریق یادی پروردگار. ما خلق تاجیکستان قسم جدا نشونده جامعه جهان بوده، خود را در نزد نسل‌های گذشته حاضره و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته، تأمین صاحب اختیاری دولتی خود و رشد و کمال آن را درک نموده، آزادی و حقوق این شخص را مقدس شمرده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت ها را اعتراف کرده، بنیاد جامعه عدالت پرور را
وظیفه خود قرار داده همین کانستیتوسیا را قبول و اعلان می نماییم. نگاه کنید که چقدر در این موضوع ما میفهمیم که از قدیم هم خلق ما، ملت ما با همه کشورها و دولتها دوستی میخواهد و مهربانی میخواهد، با همه قانون چی کانستیتوسیا احترام میکند. برای همین کانستیتوسیا امن و ثبات شکر که میطلبد، چگونه که گفتیم وقتی که خداوند را شکر میکنیم با یاردم و کمک پروردگار، با فضل و عنایت خداوند ما و شما چه با این همه نعمت ها سزاوار میشویم. خداوند را شکرگزاری میکنیم که خداوند عز و جل به ما و شما این نعمت را ارزانی کرده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. هر خردسال و جوانانی که پیرانسالان را حرمت و احترام نمیکند، یا اینکه پیرانسالان جوانان را احترام و حرمت نمیکند، احترام از دو طرف است. یعنی کلانسالها خردسالها را احترام و حرمت کند و خردسالها پیرانسالها را. این رسمی مسلمانی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه کسی که از خردسالها پیرانسالها را احترام و حرمت نمیکند فلیس منا، او از ما نیست. و پیرانسالها جوانانی که گناهش کم است، باید جوان را انسان یعنی در جوانی خیلی وقت و ساعتی خوب دارد، باید هر یکدیگر باید احترام و حرمت یکدیگر را داشته باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند ما تزول قدم ابن آدم عن ربه حتی یسأل عن خمسه. فرزند آدم در روز قیامت که روز چنان سخت و دشوار هست، در نزد پروردگار قدم نمیگذارد اینکه پرسیده می شود از 5 چیز. 5 چیز را ما باید غنیمت و با این 5 چیز هوشیار باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که فرزند آدم قدم نمیگذارد در نزد پروردگارش در روز قیامت اینکه خداوند اون را از 5 چیز پرسان میکند، سوال میکند. و عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما ابله. و از عمرش میپرسد که عمری که من برای تو دادم ای بندم، این عمر را در کجا به پایان رسانده ای؟ عمرم که ما و شما در این دنیا یک مرتبه که می آییم، خداوند عز و جل ما و شما را امتحان قرار می دهد. در زندگی که ما چیونه که حدیث را خواندیم، مقصد ما از زندگی چی هست؟ نام نکو هست و احترام و حرمت و اون برابر حقوقی که امروز سرقانون ما برای ما آسایشته و آرامش داده است با اون عمل کردن هست. نگاه کنید که عمر ما و شما در نزد پروردگار حتما سوال کرده میشد از این عمر. میگه که من برای تو عمر دادم، عمر 20 سال و 40 سال و 70 سال، بعضی ها خداوند عمر مبارک میدهد که 90 تا 100 میدهد. خداوند عز و جل از این عمرش میپرسد. اگر انسان عمرش را به نیکی کردن، به کارهای خیر و برکت و کارهای علم و دانش و در عمر انسان صدقه جاریه بودن که نامی نکو میماند، این سرفرازی و خوشبختی انسان هست در روز قیامت. عمر ما و شما چیست؟ پرسیده می شود. دوم از جوانی هست. و عن شبابه فیما ابله. دوم خداوند عز و جل ما و شما را از جوانی می پرسد که حالا الحمدلله اکثر نشست این اکثرشان جوان ها هستند. جوانی را ما باید در کارهای استفاده بریم که خداوند عز و جل از ما و شما خوشنود شود، در راه علم و معرفت، در راه کسب و هنر، نه اینکه بیهوده گردی و در راه نادرست و در این، بلکه چی جوانی را در راه علم و معرفت ما باید استفاده بریم. و در جوانی هم بهترین نعمت هست که خداوند عز و جل تمام قوه و تمام
نعمتها را برای انسان در جوانی زیادتر می‌دهد. جوان صاحب تحصیل می‌شود، جوان صاحب تمام دارایی‌ها می‌شود، کسب و هنر الله مهربان براش نصیب روزی می‌گرداند. این جوانی هم یک نعمت بزرگی است که خداوند ما و شما را پرسان می‌کند. اگر جوانی که عمرش را در غفلت گذرانید، بیهوده و نافرمانی کرد و یا اینکه از خدا دور شد و احترام والدین نکرد و احترام کلانسالان نکرد، اون حسرت میخوره، با این جوانیش خیلی پشیمان میشود. اگر جوانی را ما در راهی درست استفاده بریم و تحصیل کنند جوانها و کسب آموزند، خیلی برای انسان جوان خیر و برکت هست. سوم چیزی که پروردگار در روز قیامت برای بندگانش پرسان میکند و عن ماله فیما اکتسبه و فیما انفقه، و از اون مال پروردگار پرسان میکند. حالا که الحمدلله خداوند عزوجل از روزی که ما و شما را که خلق میکند در تقدیر ما و شما رزق روزی را چی نوشته است. رزق روزی ما و شما در تقدیر ما و شما هست. درست است که هر کس به همون عمل و کوششش باز برکت میبیند. رزق یافتن این امر الهی هست. خداوند هر کس را حالا میبینیم که جوان یا که نفره که شب و روز زحمت میکند شاید در یک روز 100 سامان بیاورد، اما نفری که در جاش نشسته است در یک روز شاید تا 1000 سامان بیاورد. این رزقی که از طرف خداوند هست. کسی را که میخواد چند قدر مال میدهد و کسی را میخواد چند قدری که مال عطا کند. برای همین انسان باید در برابر زندگیش پروردگار را فراموش نکنه که امروز که نماز جمعه میخوانیم نشسته هستیم، این همه نعمت بزرگی هست که خداوند عزوجل از ما و شما راضی میگردد که ما اطاعت و طاعت و بندگی خدا میکنیم. باز بعد از نماز جمعه چگونه که خداوند دستور داده است که فانتشروا فی الارض، شما پراکنده شوید در زمین از قفای رزق روزیتون. وقتی نماز را خوندید کسی که میخواهد رفته رزق روزی خودش را جستجو کنه. در روز قیامت وقتی که خداوند انسان را در زندگیش چند قدر مبلغ میدهد، رزق روزیش میدهد، پرسان میکنه که ای بنده من این پول را از کجا کسب کردی؟ از کدام راه؟ اگر از راه درست باشد، از راه مهنت، زحمت زیادی کشیده است، برای او آسان هست جواب دادن این سوال. اگر نفری که از راه ناحق، نادرست، از راه فریب اگر پول را به خودش کسب کرده باشد، پیشگاه خدا جواب میگوید و فیما انفقه، و اون را در کدام راه صرف کرده است. حالا که خداوند عزوجل به ما و شما این قدر رزق و روزی میدهد، صرف اون را باید ما در کجا باید صرف کنیم؟ درست باید اون را به جا بیاریم. اگر اون رزق روزی را نادرست صرف کردیم، خیلی برای ما و شما عذاب و سختی ها هست. و عن علمه، خداوند اون را از علمش میپرسد. پنجم یعنی از علمش سوالش میکند که ای بنده من برای تو دانش دادم، معرفت دادم، با این علم چه عمل کردی؟ علم مهم هست. نگاه کنید که خداوند عزوجل در قرآن میگه که والذین اوتوا العلم درجات، اونهایی را که ما علم دادیم، معرفت دادیم، دانش دادیم، مرتبه های اونها را بلند کردیم. در آیت قرآن میگه خداوند قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ای رسول بگو به اون کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابر هستند؟ درست که هرگز انسانها برابر شده نمیتونند، که مادامی که کسی که علم داره و علم ندارد، مادامی که علم، دانش، مرتبه بلند دارد، باید او را ما در این دنیا به خود کسب کنیم. هر روز باید حداقل صحیفه ها را مطالعه کنیم که برای ما و شما دانش بیاید، علم بیاید. انسان عالم، انسان دانشمند بعد از مردنش هم نامش زنده هست. اگرچه در زیر خاک هم باشد نامش زنده است. برای چی؟ برای که علم دارد، دانش دارد. و انسانی که دانش ندارد
و علم را نمیجوید مثل انسان مرده هست، اگر چیز بالای زمین هم راه رود. علم، معرفت، این نعمت الهی هست. حتی خداوند عزوجل در قرآن میگوید انما یخشی الله من عباده العلماء، از میان مردم که ها از خدا زیاد میترسند دانشمندها، کسانی که علم دارند، معرفت دارند، اونها ترس خدا دارند. اما ما علم را وقتی که کسب میکنیم، الله مهربان باز از همین علم میپرسد که در کجا این علم صرف کردی؟ آیا شاگرد تربیت کردی؟ یا اینکه در روایت هست رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که کسی علم را به مقصد تحصیل کند که یک دانشمند دیگر را تحقیر کند، داند که همین علمی که به خاطر یعنی پس زدن یک دانشمند و عالم، به سبب همین علم آموختن وقتی که یک دانشمند را نیت بد میکند، خداوند او را چی؟ ادخله الله فی النار، خداوند او را در آتش جهنم میپرتاید. ما باید وقتی که علم را که تحصیل میکنیم نیت‌های خالص داشته باشیم، نیت‌های پاک داشته باشیم. علم نور است و هر انسانی که علم دارد قلبش نور دارد، برای قلبش چراغ هست. از این خاطر انسان باید قلبش را با علم نورانی کنه. در روز قیامت خداوند از این چیزها ما را میپرسد. باز در آیت میگوید که ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که در اون روز قیامت هیچ مال و ثروت و هیچ فرزند او را سود نمیبخشد مگر دلی که پاک هست، نور دارد. انسان دلش که پاک هست و دلش هدایت داشته باشد، نزد پروردگار کامیاب و موفق میخیزد. حالا علما میگن که دلی پاک داشتن دلش را پاک بگرداند، دلش پاک هست. یکم دلش حب انتقام نداشته باشد، یعنی دوست ندارد که فردا صاحب فلان چیز شوم و انتقام خود از دوست گیرم. نه، در دلش همین گمان باشد چی است؟ دلش ناپاک هست. دوم حسادت، یعنی حسد خوردن. اگر در دل انسان حسد باشد، اگرچه خداوند این را خلق کرده است، اما انسان باید از این حسد دور باشد. خداوند میگه چی؟ و من شر حاسد اذا حسد، شما پناه ببرید از چی؟ از حسد. انسانی که حسد نمیخورد اون دلش پاک هست. انسانی که حسدخور، حسود هست، در دلش مشکل هست. سیوم کینه و بغض و عداوت هست. اگر نفری که در دلش کینه و بغض و عداوت داشته باشد، دلش چی است؟ مشکل دارد، دلش پاک نیست و دعوا هم نکند که دلم پاک هست. زیرا چی؟ اون کمبودی که در دل دارد، کینه و بغض و عداوت، خیلی مشکل هست در دل او. حتی روز قیامت انسان پل صراط را که میگذرد در روز محشر موفق می شود، اهل جنت که شد، خداوند در قرآن میگه فنزعنا فی صدورهم من غل، ما اونها را از دلهاشون کینه و بغض و عداوت را چی بیرون میسازیم. چهارم دلی که اگر در او بدگمانی باشد، اون دل چیه؟ پاک نیست. بدگمانی چگونه است؟ زیرا خداوند میگه که اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، شما دور شوید از اون گمانهای بد. در آخر دعا میکنیم که پروردگار عزوجل همه ما و شما را توفیق بندگی، ایمان کامل و این همه عبادت ها و نیکی ها و نمازهای ما و شما را پروردگار قبول و مقبول بگرداند. در این لحظه های اجابت دعا میکنیم پروردگار گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت که امید دعا دارند، الله مهربان روحشان را شاد، قبرهاشون را پر نور و منور بگرداند. پروردگار بیماری های ما و شما را شفای کامل و عاجل نصیب روزی بگرداند. الله مهربان همه ما و شما را در تربیه فرزند موفق و کامیاب و سربلند بگرداند. و یک برادری که ختم قرآن کرده است، خداوند عزوجل این ختم کلام ربانی را بر روح ارواحشان و بر روح ارواح تمام مسلمان ها الله مهربان ثوابش را برساند. الله مهربان همه مشکل های ما و شما را الله مهربان برطرف بگرداند و خداوند عزوجل
در کسب و کار ما و شما خداوند موفق و سربلند بگردان و آن شخصانی که در خانه خدا خدمت و زحمت میکشند الله مهربان اجر و پاداش را در نامه اعمالشان نوشته بگرداند. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.